آدم شکرگزار و خدا دوست می‌دارد. آدم ناسپاس هیچ وقت برکت نمی‌یابد. نداشتی خدا گفتی و زحمت کشیدی، آموختی، علم آموختی، یعنی عقل به کار بردی، نصیبت شد. امین شکر کن که با بهتر و خوبتر نصیبت شد. و عباره دیگر اون کسی خانه دارد مینالد، با طور خطاب به طرز خطاب به این گفتن ممکن است که برادر پادشاه جهنم خودت باش، نه خدمتگار جنت دیگران. شکر خدا کن که خانه صاحب خانه و در هستی و در این خانه سرور هستی. هزارها آدم اجاره کار هستند، از صاحب خانه قرضدار هستند، از اول ماه تا آخر ماه غمشان میگیرد. باز باید به زمین این شکرگزار هستند. اینا روزی به جای میرسند، روزی میشن از کرایه بیرون میآیند. سبب شکرگزاری این سبب میشه خدا این قدر میکند، از اجاره، از مشکلات، از سختی ها بیرون میآیند. اما کسی که ناسپاس از این خانه‌اش میماند. چون شکر این آیت قرآن است که شکر نعمت افزون کند.